وقتی که شما حکم میکنید در بین مردمان از آن که حکم کنید و با عدالت حکم کنید. با عدالت حکم کنید یعنی چی؟ شما وقتی که کسی به شما میایه بر شما میخواه که همون مسائل راز زندگی و یا بعضی گپای دیگری که در عالم ماده دارن، وقتی اونها را به شما شرح میدن، بیان میکنن، شما محاکمه بکنید، شما صحبت بکنید با آنها به عدالت. یعنی پشتیبانی از یک طرف صورت نگیره که در قدم نخست از خانواده آغاز میشه. کلان خانواده یا پدر است یا مادر. مادر دختر خود شوهر میته، بچه خود زن میته. وقتی عروس خانواده میایه یا بچه خانواده میایه یا دختر خانواده میایه، شکایت از شوهر یا از زن صورت میگیره. در اینجا مادر متوجه باید باشه. مادر جدا باید متوجه باشه. فیصله نکنه خدای نخواسته که محبت فرزندی در وجودش زیاد شیرینی بکنه، اما دختر مردم یا بچه مردم باز پیش از اون یک تکه کونه باشه. در این صورت باز گردنی ازی گرفته میشه در آخرت. از خاطر الله جل جلاله در قرآن عظیم شان به ما میگه که لا تظلمون ولا تظلمون. ظلم نکو ظلم نمیشی. ظلم نکو ظلم نمیشی. و در دین مقدس اسلام حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم قابل تطبیق است. لا ضرر ولا ضرر فی الاسلام. ضرر رساندن و ضرر پذیری در دین نیست. یعنی هر کس که مطابق با دین میخواد زندگی بکنه، اون نه ضرر میرسانه نه ضرر میبینه. یعنی صلح و بسیار مطمئن و برابر زندگی میکنه. پس از قدم نخست امین حکومت در بین فامیلا شروع میشه، از پدر مادر آغاز میشه. حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم است. صحابه جلیل قدر میبینه جناب رسول مقبول صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم که یک شال بسیار مقبول خریده. برش میگه ایره با کی خریدی؟ میگه ایره با فرزند بزرگم خریدیم. میگه به فرزند خودت هم چیز خریدی؟ میگه نه. میگه ایره پس ببر که در دین ما برابری وجود داره. ببینید چی یک درس هست. متاسفانه مردم ما چی است؟ دختر خو از حق و زن از حق بخی محروم است. مردها دیگه باز بردای خود تاو میتن و چربش میکنن و بالاخره اون امو حق های بسیار زیاد وافره که هست او تمامش برای مردها میرسه. یعنی مطلقاً مرد صاحب حق است و زن محکوم است. ایره قرآن عظیم الشان به ما میگه که اونها محکوم نیستن. اما ما عوض از این که زنها را تشویق بکنیم، خواهرای خود را تشویق بکنیم، مادرها را تشویق بکنیم، مردها را تشویق بکنیم به قرآن عظیم الشان که کتاب اصلاحیت امین قرآن است، اونها معرفی میشن به وزارت امور زنان یا به کمیسیون حقوق بشر. اونجا 4 نفر نشسته، اگر 2 نفرش خوب باشه 1 نفر دیگه حتما زشت است و او باز برای درس میده که تو در قصه شوهرت نباش و مطابقت از شوهرت نکو. با میلیارد دلار به مصرف میرسه سر وزارت امور زنان یا بعض جایهای دیگر که زن دین مقدس اسلام که با سیرت و با عفت است، ای بی عفت شود، ای بی سیرت شود و این محکمه به محکمه بگرده که شوهرم سر ظلم میکنه. آیت قرآن برای تو تصدیق میکنه، آیت قرآن برای تو تثبیت میکنه. چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. شوهر مسئولیت عام و تام داره در این که برای خوراک، پوشاک، مسکن حلال هم برای تو هم برای اولادت باید آماده باشه. حلال گفته شده، حلال. اتنه که بلدنگات 6 منزله آباد بکنم از پول حرام، او گپ نیست. جیب دیگرها را لف بکنم و برای تو سر تا پا را قالین فرش کنم، تو شده نمیتونم. حلال میگه، حلال. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. بالای شوهر خانواده است، بالای پدر خانواده است که برای فرزندان و برای خانم رزق حلال، روزی حلال، مسکن حلال برش بده. و حد اقل در ما 1 مرتبه میتونه خانه کاکاش، خانه مامایش، خانه عمیش بره. حد اقل. پس ما متوجه باشیم. فامیلای نمیار ما میشناسم از وقتی که دخترش عروسی کرده 6 سال، 7 سال، 10 سال، 12 سال، 20 سال میشه که از پدر مادر جداست. این منبع چیست؟ منبع ای است که علم توحید نفهمیده.
اساس و بنیانگذاری از او را مادرش خراب کرده. مادرش او را در دوزخ انداختیش. فکر از او دوزخی است. او قطع صله رحم کرده. او در غضب خدا گرفتار است. پس چقدر زیباست ما تمام زندگی خود را به اساسات بیان بکنیم و بعد از بیان مطابق به آن بدیم. و اذا حکمتم بین الناس، وقتی که فیصله میکنین بین مردمان، ان تحکموا بالعدل،